پل طبیعت یکی از مشهورترین و نمادین‌ترین پل‌ها و مکان‌های گردشگری در تهران است که در قلب پایتخت ایران قرار دارد. این پل به عنوان یک پروژه معماری مدرن و شگفت‌انگیز شناخته می‌شود و جزو جاذبه‌های مهم گردشگری تهران محسوب می‌شود. در اینجا به برخی از ویژگی‌های مهم پل طبیعت اشاره می‌کنیم. 1. موقعیت جغرافیایی: پل طبیعت در منطقه عباس‌آباد تهران بر روی بزرگراه مدرس و در میان دو پارک طبیعت و رسالت قرار دارد. این پل اتصال دهنده دو پارک بزرگ و زیبا در تهران است و به عنوان یک فضای عمومی برای پیاده‌روی و تفریح استفاده می‌شود. 2. معماری و طراحی: پل طبیعت توسط معمار برجسته ایرانی حسن فتحی طراحی شده است. طراحی این پل به گونه‌هایی است که به طور کامل با محیط زیست اطراف خود هماهنگ است و به زیبایی در میان درختان و فضای سبز جای گرفته است. ساختار پل از فولاد و بیتون است و به صورت 3 طبقه طراحی شده که در هر طبقه امکانات مختلفی وجود دارد، از جمله راه‌های پیاده‌روی، فضای سبز و کافی شاپ‌ها. 3. ارتفاع و طول پل: پل طبیعت با طول تقریبی 270 متر و عرض حدود 30 متر از یک سمت به سمت دیگر عبور می‌کند. ارتفاع این پل در برخی بخش‌ها به حدود 10 متر می‌رسد و این امکان را می‌دهد که از آن مناظری زیبا از تهران و اطراف آن مشاهده شود. 4. ویژگی‌های خاص: فضای سبز: در اطراف پل فضای سبز گستردهایی وجود دارد که به بازدید کنندگان این امکان را می‌دهد که در هوای آزاد قدم بزنند و از طبیعت لذت ببرند. راه‌های پیاده‌روی: پل دارای راه‌های مخصوص پیاده‌رویی است که بازدید کنندگان می‌توانند از آنها برای گذراندن وقت و لذت بردن از مناظر استفاده کنند. کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها: در قسمت‌های مختلف پل طبیعت کافه‌ها و رستوران‌هایی وجود دارد که محیطی آرام و دلپذیر برای استراحت و صرف غذا فراهم می‌آورد. چشماندازها: از پل طبیعت می‌توان چشماندازهای بسیار زیبایی از تهران، پارک‌های اطراف و حتی کوه‌های البرز مشاهده کرد. 5. کاربرد و اهمیت: پل طبیعت نه تنها به عنوان یک سازه زیبا بلکه به عنوان یک مرکز تجمع اجتماعی و فرهنگی برای مردم تهران عمل می‌کند. این مکان محل ملاقات‌های خانوادگی، گردشگری و حتی رویدادهای فرهنگی و هنری است.